وایسا. علاوه بر اون بار علمی به تنهایی نمیتون. چی؟ خب سوالتو بپرس حالا. تو سوالا رو میپرسی از من همزمان؟ ما باشه الان میگم. بعدا از این پشت صحنه‌اش استفاده کنی. یعنی یک مکانیه؟ باشگاه چیه؟ روزبه. یه تشکر. اینجا یادم نمیاد چی گفتن. اوکی. خب سلام، من پارمیس هاشمی هستم. سلام، حنان وجگانی هستم. دانشجوی مهندسی صنایع ورودی 402. ورودی 402 مهندسی صنایع. دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع. روابط عمومی انجمن هستم. شغلم هم کارشناس تحقیق توسعه و دانشجوه. و اینکه دانشجوام. به نظر تو دانشجو کیه؟ دانشجو انسانیه که هیچ وقت پول نداره و همیشه نالانه. دانشجو کسیه که باید دنبال دانش بجوه و اینکه یه سری مسئولیت ها داره که باید بهشون رسیدگی کنه و همیشه خسته است و دلش نمیخواد کلاس ها رو که شرکت کنه، اما برای کارهای آیندهش نیازه که داشته باشدش. به نظر من کسیه که سعی میکنه با تمرکز کردن روی دانش و مطالب آکادمیک یه سری چیزایی رو یاد بگیره که بعداً توی محیط کار ازشون استفاده بکنه. یعنی یه بیس علمی واسه خودش بسازه. اگه نظر منو بخوای بپرسی، نیازش به خاطر اینکه یک مدرکی رو داشته باشه، ولی خب یه سری درسای تئوریک آکادمیک خب نیازت داشت بدونه که بتونه تو محیطای کاری ازش استفاده کنه. ولی خب به نظر من دانشجو بیشتر کسب روابط اجتماعی میکنه که این کسب کردن خیلی میتونه کمکش کنه توی کارش، زندگیش و کلاً توی همه جایی که ازش استفاده میتونه کنه. به نظر دانشگاه کجاست؟ دانشگاه یه محیط کاملا علمی و آکادمیک و پویاه که دانشجوها میان و سعی میکنن برای خودشون یه بیس و پایه علمی بسازن. اگه از دانشگاه ما بخواین سوال بپرسین تو کوهه، ولی در کل دانشگاه جاییه که دانشجوها دور هم جمع میشن و از کنار هم دیگه بودن لذت میبرن و استفاده میکنن. یعنی بیشتر از این که به محصول آکادمیکی بپردازن، دارن با هم دیگه یک پروسه یا طی میکنن، پروسه اجتماعی، و این بیشتر تو زندگیشون تأثیر گذاره تا همون درسای تئوری آکادمیک. ولی دانشگاهی که اگه بیایم فقط توش درسای تئوریکو بگیم، استادا بیان درس بدن و برن، خب هیچ فایده‌ای نداره. خب همونجوری که من گفتم دانشجوی خسته است و نمیخواد، حال نداره کاری انجام بده. وجود کلاس‌های درسی به تنهایی واسه دانشجوها 100% جذاب نیستش. ما دوست داریم یه سری فعالیت‌های علمی و آکادمیک و تخصصی انجام بدیم توی دانشگاه، در بستر دانشگاه. به همین منظور ما اومدیم به این قضیه فکر کردیم که یه سیستم و تشکلی داشته باشیم تا بتونیم این بخش رو پوشش بدیم. یعنی دانشجو علاوه بر کلاس‌های تئوریکی که دارن میرن شرکت میکنن، بیان بخشی از فعالیت‌های علمی که فکر میکنن باید توی دوره دانشجویی انجام بدن رو در کنار ما انجام بدن. پس ما میایم یه سری برنامه‌های فوق برنامه در قالب انجمن ارائه میکنیم و باهاشون همکاری میکنیم، از خودشون کمک میگیریم که برای خودشون چه کارهایی بهتره. یه سری از دانشجوها که دانشجوهای دغدغه‌مندتری بودن به این فکر افتادن که ما بیایم یه تشکلی به اسم انجمن تشکیل بدیم که فعالیت‌های فوق برنامه علمی رو توش پوشش بدیم. دوستای من و من با همدیگه گشتیم و پیدا کردیم که یه همچین چیزی به اسم انجمن وجود داره و سعی کردیم که ببینیم چیه و اصلا شرایط شرکت توی انتخابات انجمن چیه و پیداش کردیم. انجمن علمی مهندسی صنایع کجاست و چطوری تشکیل شد؟ تشکیل دادن انجمن سر یکی از کلاس‌های ما بر اتفاق افتاد در اصل و یکی از اساتید دغدغه‌مند اعلام کردن که همچین اتفاقی داره میفته و ما هیچ کدوم نمیدونستیم. یعنی خودکار داشتیم خودمون یه سری کارا انجام میدادیم، حالا از سر واحدا گرفته، صحبت با مدیر گروه و حالا کارهای دیگه، و حالا هممون اومدیم با هم یک پارچه شدیم با رأیگیری که صورت گرفت و کارامون آوردیم باشم توی قالب انجمن و ارائه دادیم. سال پیش مهر و آبان سال 1404 متوجه شدیم که انتخابات انجمن علمیه، شرکت کردیم، داوطلب شدیم، رأی آوردیم و الان به عنوان تیم انجمن علمی در خدمت شما هستیم. و هر ساله
این تیم انجمن عوض میشن، حالا که دبیر، نایب دبیر و بقیه اعضا پیدایش پیدا میکنن. اصلا وظایف انجمن علمی دانشجویی چیه؟ انجمن علمی یه عالمه وظیفه داره، ولی اگر من بخوام در قالب 2 چپتر عمده خدمتتون بگم، اینه که انجمن علمی در بخش اول باید کارهای آموزشی و اداری دانشگاه رو تسهیل بکنه برای دانشجوها، فرآیندها و روندهای اداری و آموزشی و حالا مشکلات برای ارتباط با اساتید. بخش دوم هم فعالیت‌های فوق برنامه علمی و آکادمیک هستش که اهم از دوره‌ها، کارگاه‌ها، بازدیدهای علمی، کارگاه‌های تخصصی‌تر، مثلا کارگاه، وبینار، ارتباط با صنعت، بازدید، نشریه و خیلی کارهای دیگه و هایی که خودتون بهتر از من میدونید. یه سری فعالیت‌های از پیش تعیین شده داریم و ما باید اینا رو برای دانشجوها فراهم بکنیم. هر کدوم از این فعالیت‌ها هم که انجام میشه، ما میریم مستند داخل سایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ثبتشون میکنیم. بنا به اون فعالیتی که انجام دادیم به ما امتیاز تعلق میگیره. باشگاه پژوهشگران جوان کجاست؟ کل فرایند این انجمن و بقیه انجمن‌های علمی دیگه توی دانشگاه آزاد زیر نظر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانه. انتخاباتی که من گفتم زیر نظر باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان برگزار شد و اینکه اصلاً میتونم اینجوری بگم رئیس انجمن‌ها باشگاهه. یک تشکلی زیر نظر سازمان مرکزی که تمام انجمن‌ها زیر مجموعه‌اش هستن. باید با کلی، اگه میخوای همه کارت انجام بدی، با کلی ریزبینی، جزئیات و کلی مشقت کارتو پیش ببری و از زیر ذره‌بین باشگاه رد بشه. باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان هم سازمان بالادستی انجمن‌هاست که انجمن‌ها بهشون گزارش میدن و خط و مشی و استاندارد و ساختار رو ازشون دریافت میکنن و طبق اون فعالیت‌های آتی خودشون رو میچینن. وظایف باشگاه پژوهشگران جوان چیه؟ وظایف باشگاه اینه که یک بستری رو هماهنگ کنه تا انجمن‌ها بتونن فعالیت‌هاشون رو به بهترین نحو انجام بدن. باشگاه پژوهشگران وظایف مختلفی داره که یکی از اونها میشه مانیتور کردن انجمن‌ها، رسیدگی به شرایط انجمن‌ها، تدوین استانداردها و ساختارهای فعالیتی و همچنین نظارت روی فعالیت انجمن. سابقه و چشم انداز این انجمن چیاست؟ هدف و تلاش اصلی انجمن علمی مهندسی صنایع اینه که ما بتونیم بستری برای دانشجوها فراهم بکنیم که علاوه بر درس‌های آکادمیکی که به صورت روتین میخونن، بتونن مهارت‌های نرمشون، مهارت‌های نرم افزاریشون، فعالیت‌هایی که در آینده ممکنه توی بازار کار بهشون کمک بکنه رو رشد بدن. امسال اومدیم که سمینار مسیر رو برگزار کردیم و بعدش هم بازدید کارخونه داشتیم. خب یه وقفه افتاد. بعد از اون وبینار تاب‌آوری رو داشتیم. شروع کردیم به مسابقه مقاله نویسی. در ادامه یه سری کارگاه‌های نرم افزارهای تخصصی هم برگزار کردیم مثل مینیتاب و MS. و خب در ادامه کارهای دیگه‌ای داریم مثل نشریه و مثل همین اپیزود 0 که داریم الان ضبط می‌کنیم برای پادکست. ما داریم سعی می‌کنیم تا با نیازسنجی از بچه‌ها و دیدن اینکه واقعاً الان علاوه بر درس‌ها به چه چیزی نیاز دارن، سعی بکنیم براشون کارگاه بذاریم، دوره بذاریم، بازدید بذاریم بنا به نیاز خودشون و همین پادکستی هم که الان مشاهده می‌کنین قدمیه در همین راستا. ما اهدافمون چیزایی که بچه‌ها میخوان، یعنی در اصل هر چیزی که بیشتر بهش علاقه و رمق نشون بدن و ما بریم یعنی مثلا بگن که ما توی نرم افزار تخصصی مشکل داریم یا راجع به این موضوع می‌خوایم بیشتر بدونیم. همه اینها هر چی که دانشجوها بگن و با کمک خودشون اون مسیر رو طی می‌کنیم و اینکه هر چی اونا بگن رو انجام میدیم دیگه. مزیت و سود عضویت توی انجمن چیه؟ این کارها برای من بنفیتش بخش اصلیش که خب رزومه است، این که در آینده قرار توی رزومه من تاثیر بذاره، ولی بخش عمده‌اش برمیگرده به اون حس دغدغه و نیازی که من دلم میخواد برای بچه‌ها یه کاری انجام بدم اگر از دستم برمیاد و سعی بکنم تا توی این شرایط فعلی یه کاری بکنم تا یه ذره خوشحال‌تر بشن از شرایط
قبل. توی این مسیر با چه افراد و عناوینی آشنا شدید؟ خب ما توی این مسیر خب قبلش راجع به خیلی از افراد نمیدونستیم، یعنی اصلا سر و کار نداشتیم، یا مثلا کسایی بودن که خودکار کار انجام میدادن و ما نمیدونستیم. حتی میتونم بگم که راجع به مدیر گروه هم آنچنان نمیدونستیم. ولی خب توی این مسیر با مدیر گروه، با اعضای باشگاه پژوهشگران، یه سری دانشجوهای توانمند که میتونن تدریس کنن، یه سری اساتید که خیلی بیشتر میتونن کمک کنن بهمون. اغلب دانشجوها نمیدونن که دانشگاه اصلا چه بخشایی داره، با چه کسایی میتونن در ارتباط باشن با اینکه کارشون رو پیش ببرن و از این جور چیزا. خب ما اومدیم، یعنی انجمن مثل یک پل ارتباطی عمل کرد و پل ارتباطی بین دانشگاه و دانشجو که تمامی بخش‌ها رو در بر می‌گرفت و میتونست کمک رسانی باشه به تمام افراد. خیلی ممنونم از لطفتون که به این پادکست ما گوش دادین. به امید همکاری با تک تکتون. مرسی. خدافظ. خیلی خوشحال شدم. بیاین انجمن. بیاین.